بلادمون بعد از اینکه جلوی هیروبراین رو گرفت، آسیب زیادی دیده، چون بلادمون قدرت دوم از 4 ابر قدرت رو داره و هیروبراین قدرت اول رو داره و قدرت اول حاکم تمام ابر قدرت ها هست و از همه اونها قوی تر هست. بلادمون توانایی ترمیم داره و خودش رو درمان کرد و از اونجا رفت و هیروبراین هم رفت و تمام قهرمان ها هم رفتن و به زندگی خودشون ادامه دادن تا اینکه یک روز یک ابر شرور به شهر حمله کرد و میخواست تمام شهر رو نابود کنه، ولی تمام قهرمان ها جلوی اونو گرفتن، ولی اون شرور خیلی قوی تر بود و همه اونها رو شکست داد و ناگهان بلادمون اومد، ولی اون هم شکست خورد. اون شرور اسمش ویلترز بود و معروف به قاتل نامیرایان. در این حین که همه رو شکست داد، هیروبراین اومد و با ویلترز جنگید و اونو شکست داد، ولی بعد معلوم شد که این فقط یک تله بود که هیروبراین رو زندانی کنن، یعنی روح هیروبراین رو زندانی کنن و در واقع ویلترز واقعی نبود و اون پادشاه خدایان بود که بعد از جدا کردن روح هیروبراین اونو زندانی کرد و جسد